کسانی که به خاطر نوع بیماری نمیتوانند وضوء خودشان را کنترل بکنند، حالا چه باد شکم باشد یا قطرات وضوء باشد، از نظر شرعی معذورند. این افراد حکمشون این است که برای هر وقت نماز جداگانه وضوء بگیرند، ولو این که در هنگام وضوء گرفتن یا بعد از وضوء گرفتن، حتی در هنگام نماز خواندن اگر بادی از این افراد خارج بشود یا قطری از ادرار بچکد، وضوعشان نشکسته. وضوع افراد معذور با گذشتن وقت میشکند. یعنی شما برای نماز ظهر وضو گرفتید، تا نماز عصر می توانید نماز بخونید، اهم از نماز فرض یا نماز سنت و نفل. به محض این که وقت نماز ظهر تمام شد و وقت نماز عصر داخل شد، وضوء قبلی باطل شده و برای نماز بعد باید یک وضوء جدید بگیرید و دوباره نماز جدید رو با وضوء جدید بخوانید.